حیات و فعالیت یوستوس فون لیبیخ. یوستوس فون لیبیخ سال 1803 در آلمان تولد شد. همچون دختر یک عائله کمبغل، او کودکی با آموزش علمهای طبیعی علاقمندی نشان داد. در مکتب‌ها و دانشگاه‌های آلمانی تحصیل نموده. او اولین شده به ساحه شیمی روی آورد. لیبیخ بیشتر به رشد کیمیای ارگانیکی و استحصال مینرال‌های معدنی دقت داد. او یکی از اولین عالمانی بود که قانون لیمیت تشکل امینوکیسلات‌ها و ترکیب معدن‌ها را تحقیق نمود. در طول حیات خود یوستوس فون لیبیخ اینچنین یکی از اساسگزاران علمی ازات و غذای کشاورزی بود. کتاب‌های او و مقاله‌های تحقیقاتی اساس تحقیق زمانوی در علم کشاورزی و تامین غذا با عنصرهای مهم گردیدند. با زحمت خود یوستوس فون لیبیخ برای علم شیمی و رشد 3 ساله در اروپا نقشی بزرگ گذاشت و نام او همیشه همچون یکی از عالمان پرقوت عصر 19 یاد می شود. او سال 1873 درگذشت، اما میراث علمیش تا حال بهاگذاری می شود. یوستوس فون لیبیخ در دوام حیات خود با اختراع و تحقیقات سرشمار به علم شیمی و ساحه کشاورزی خدمت نمود. از بزرگترین دستاوردهای او تهیه قانون لیبیخ می باشد که معیار حد اکثری تأثیر یک عنصر یا محیط معین را در روند طبیعی تعریف می کند. این قانون برای فهمش چگونه غذا دادن رستنی ها و بهتر کردن حاصل کشاورزی نقشی مهم بازید. او اینچنین اولین شده طرز تیار کردن نیتروژن برای استفاده در استفاده کشاورزی را تحلیل و تکمیل داد که به زیادشوی حاصل و رشد ساحه کشاورزی مساعدت نمود. علاوه بر این، یوستوس فون لیبیخ با تکیه به دانش‌های شیمی به ساختن اصول‌های نوی سینتز و تحلیل ماده‌های ارگانیکی سهم گذاشت. یوستوس فون لیبیخ نه تنها همچون عالم بلکه همچون آموزگار نیز شهرت داشت و دانشجویان زیادی را تربیت داد که بعداً آنها را همچون عالمی نامدار علم‌های شیمی و کشاورزی می‌شناسند.